برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی. سلام بیننده عزیز. امروز 8 ینور است. در برنامه آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان پیشنهاد می‌شوند. نگاه به سرخط خبرهای برنامه. در تاجیکستان 3 شرکت موبیلی را چندین میلیون سامانی جریمه بستند. دلیل را خدمت‌رسانی نادرست به ساکنان گفتند. یک وکیل دومه دولتی روسیه در عملیات بر ضد مهاجران شرکت کرده از مهاجران خواسته است که برای جنگ به اوکراین بروند. طالبان در افغانستان پیوند عضوهای بدن مثل جگر و گرده را منع کردند. قرار مرگاور برای بیمارانی که به پیوند عضو احتیاج دارند. مقامات تاجیکستان 3 شرکت مخابراتی را با این گفته که به مردم درست خدمت نرسانیدند میلیون ها سامانی جریمه بستند. به قول مقامات گویا این شرکت ها مسئولیت خود را در برابر مشتریان درست اجرا نکردند. شرکت ها در گذشته گفته بودند که مقامات مانع پیشرفت کاری آنها می شود. گزارش مولا رجب یوسفی و براد یوسفی در همین باره است. خدمات علاقه تاجیکستان بر اساس شکایت ساکنان شرکت تیسل را 6 میلیون، مگافون تاجیکستان را 5 میلیون و تاجنت را 3 میلیون سامانه جریمه کرده است. مقامات و شرکت ها رسما در این باره صحبت نمی کنند، اما منابع آگاه به رادیوی آزادی این خبر را تایید می کنند. ما برای گرفتن شرح رسمی مسئله در عمر 2 روز به خدمات علاقه و شرکت زیرتابع آن تاجیک تلکام مراجعه کردیم، اما دوام این 2 روز در این دو اداره کسی را پیدا نکردیم که به سوالهای ما پاسخ بدهد. هرچند اطلاع منابع آگاه شرکت تاجنت که یک زیرساختار شرکت تاجیک تلکام است از جریمه شدنش ناراضی کرده است. منابع رادیوی آزادی گفتند تیسل، مگافون و تاجنت آخر ماه دکمبر سال گذشته و در پی یک سنجش جریمه شدند. نسبت هر سه شرکت بر اساس ماده 350 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری یعنی رعایت نکردن طلبات برای علاقه سند ترتیب داده شده است. نظر این 3 شرکت معلوم نیست. منابع آگاه از مسئله بر رادیوی آزادی گفتند شرکت های تیسل و مگافون به تصمیم خدمات علاقه اعتراض نکردند، اما تاجنت گفته است که از 3 میلیون سامانه جریمه تنها 1.5 میلیونش را قبول دارد. حالا معلوم نیست که تاجنت از بالای قرار خدمات علاقه به دادگاه شکایت میبرد یا نه. فرشته گل و کارشناس بخش فناوری میگوید جریمه شرکت های موبیلی راه حل مسئله نیست. اگر وقتی معین داده میشد به شرکت ها که آنها آن خطاگیایی که راه داده اند از حساب همون جریمه بندی بهتر می نمودند، فکر میکنم صفت علاقه و صفت خدمت رسانی نسبت مشتریان خوبتر و بهتر میشد. خیال میکنم که جریمه بندی از حساب بار مشتریان برآورده می شود. این بار اول نیست که خدمات علاقه تاجیکستان شرکت‌های موبیلی را برای پس بودن صفت علاقه جزا می‌دهد. خدمات علاقه ماه فوریه سال گذشته 4 شرکت موبیلی تیسل، مگافون و ویلان موبایل و تکام را جریمه کرده بود، اما حجم آن را اعلان نکرد. مجازات شرکت‌های موبیلی تاجیکستان در حالی است که شکایت‌ها از پس بودن صفت علاقه و اینترنت در کشور سال‌هاست که صدا می‌دهد. مشکل سرعت پست اینترنت و صفت نامناسب خدمت رسانی‌های شرکت‌های موبیلی با وجود تنقیدهای رئیس جمهور امام علی رحمان و بحث وکیلان در پارلمان هنوز هم حل خود را نیافته است. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه. یک وکیل مردمی روسیه آشکارا از مهاجران دعوت دارد که به صف نیروهای روسیه پیوسته به جنگ اوکراین بروند. او با نشر یک ویدیو در تلگرام گفته است که مهاجران از این و آن شکایت میکنند ولی هیچ میلی ندارند که به اوکراین رفته برای روسیه که 3 سال پیش به همسایه کشورش تجاوز کرد جان‌نثاری نمایند. کیومرثی عطا گزارش می‌دهد. یک وکیل دومه دولتی روسیه از مهاجران بازداشت شده در سنت پترزبورگ دعوت کرده است که به جنگ ضد اوکراین بروند. تفتیش خوابگاه مهاجران با دعوت ویتالی میلانوف وکیل دومه دولتی روز 6 ینور صورت گرفت. این وکیل گفته است که ساکنان بارها از حکومت محلی خواسته بودند که در خوابگاه‌های مهاجران را بندند ولی کسی به دادشان نرسید. در صحیفه تلگرامی جانبداران ملتگرایان روس گفته شده است که کارمندان پلیس با دعوت وکیل دومه نیم ساعت پس به تفتیش خوابگاه مهاجران آغاز کردند. معلوم نیست که چه تعداد از مهاجران بازداشت و چند خوابگاه آنها بسته شد. در نوارها دیدن ممکن است که 10 مهاجر در سردی در کوچه از جانب پلیس تفتیش می شوند.
میلانوف ادعا کرد است که سندهای بود و باش اکثری آنها مشکل دارد و آنها باید به جنگ ضد اوکراین بروند. به نظر می رسد مهاجران این پیشنهاد را نپذیرفتند. آنها نمیخواهند که به میدان جنگ بروند، هرچند شکایت دارند پول و جای زندگی ندارند. مثال من آمدم که با آنها به گرلوف رویم، به شهر دزرژینسکی حمله کنیم، ولی آنها نمیخواهند. Горловку, например, штурмовать город Дзержинск. Вот виновник отработал заявление. حدود 1 میلیون تاجیکستانی در روسیه مهاجر است. سالهاست که مهاجران تاجیک در روسیه زیر فشارند. آنهایی هم که بازداشت میشوند در شرایط سخت نگهداری میشوند. ما قرار داریم در اسپسپریوم. این هم شکایت یک مهاجر است که از 25 دکبر در یک بازداشتگاه موقتی روسیه در انتظار اخراج به وطن است. یگام چی در آوردن نمیمونند، خورد خوراک یگام چی نیست، اینا فقط همش سکن خالی ای. به حد شرایطش بده، اینا حاجت خونه‌ش هم در همین درون شای آبش کار نمیکنه با حاجت خونه هاش. اینا سیون رسه روسیه هرچند به نیروی کاری ارزان نیاز دارد، سیاست بدبینانه نسبت به مهاجران پیش گرفته است. حامیان مهاجران کاری را بهتر نمی کند و به آنها فشار می آورد و اذیت می دهد. سالانه هزاران مهاجر تاجیک با بهانه‌های گوناگون بازداشت و از روسیه رانده می شوند. جبهه مقاومت ملی افغانستان، یک سازمان مخالف طالبان، گفته است که گروه افراطگرای انصارالله قصد دارد که حکومت تاجیکستان را سرنگون کرده و دولت اسلامی تأسیس دهد. گروه انصارالله را در تاجیکستان یک سازمان تروریستی می‌دانند که از افراطگرایان زاده آسیای مرکزی تشکیل یافته است و جنگجویانش اساساً در افغانستان پناه بردند. همکاران ما این موضوع رو پیگیری کردند و خیرامان بقازاده در استودیو با ماست. خیرامان، جبهه مقاومت ملی با کدام دلیل چنین یک ادعا را رسانه‌ای کرده است؟ آگاهان امور چی میگویند؟ مومن علی میثم نظری، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، هفته گذشته در شبکه ایکس با نشر نوار ادعا کرده است که انصارالله با استفاده از پرچم داعش ولی با حمایت طالبان و القاعده میخواهند حکومت را در تاجیکستان سرنگون کنند. در این ویدیو هم دیده می شود که دو جنگجوی انصارالله زیر پرچم داعش نقاب بروی و با لهجه تاجیکی دعوا دارند که در تاجیکستان گویا حکومت اسلامی برپا میکند. هویت این جنگجویان و زمان ثبت ویدیو معلوم نیست. در شبکه‌های مربوط به گروه انصارالله هم دیده می شود که آنها ظاهراً در افغانستان تمرین دارند. خیرامان، مقامات تاجیک و کارشناسان به تهدید سازمان ممنوع انصارالله چی نظر دارند؟ هنوز مقامات تاجیک در این باره نظری ندادند مومن، ولی در گذشته گفته بودند که برای پاسخ دادن به هر تهدید آماده هستند. کارشناسان نظری مختلف دارند، از جمله یک کارشناس از تاجیکستان که نخواست نامش را ذکر کنیم به ما گفت انصارالله از نگاه ایدئولوژی و ظرفیت نظامی توانایی برانداختن نظام و یا حمله به تاجیکستان را ندارد و نشر نوارها یک کاری تبلیغاتی یا فشاری روانی است. این نوارها به گفته او زمان پیدا شدند که محمد اسیم ملک، رهبر خدمات اکتشافی پاکستان، با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه ملاقات کرد. مناسبت پاکستان و افغانستان حالا خوب نیست و به اندیشه کارشناس طالبان با نشر نوارها میخواهند از این راه به تاجیکستان فشار آورند که با پاکستان همکاری نکند. معین اسلامپور، یک افسر پیشین ارتش افغانستان، میگوید انصارالله تحت نظارت طالبان است و به تنهایی هیچ کاری از دستش نمی آید، ولی او میگوید اگر طالبان و القاعده به این گروه کمک کنند آنگاه خطر جدی تر می شود. به تنهایی به گفته کارشناس این گروه می تواند خرابکاری مثل عملیات تروریستی انجام دهد یا بیشتر کارهای فکری و تبلیغاتی کند. تشکر همکارم خیرامان بقازاده درباره تهدید یک سازمان افراطگرای اسلامی به تاجیکستان صحبت میکرد.
و یک قرار طالبان که روز 10 دکبر سال گذشته صادر شد برای گروهی از مردم بیمار یک قرار مرگاور است، چون آنها را از یگانه راه نجات محروم میکند. با آن هم از پیوندی عضوی سالم به جای یگان عضوی حیاتیشون که از کار افتاده است. بعد از این فرمان گروه هم بجز از انتظار مرگ خود نشستند، دیگر علاج نداشتند. همکارم طاهری سفر گزارش میدهد. نویدی 19 ساله سخت بیمار است چون گرده هایش از کار افتادند. یگانه امید برای این جوان از ولایت هرات پیوندی گرده سالم است. 2 سال میشه این مریضی به جون پیدا شده. انا دیروز ما خود خوب رفتم دیالیز کردم. انا دیالیز هم بکردم، انا دست مامی قسمت های هم سیاه شده. این هم از کار افتاده. برکم بشه یک همکاری دکترها گفتم بشه یک پیوند چیزی بزنیم که می دیگه جای می شلنگ هم ندارم به جون خود که شلنگ کار کنم دیالیز کنم. و عذابم بسیار. همین روز در میان دیالیز میکنیم برا. حکومت طالبان ماه دکبر سال گذشته پیوند اعضای بدن انسان را در افغانستان ممنوع کرد، چون به گفته ملاهای طالب خلاف شریعت و کرامت انسانی است. کریمه مادر نوید که یک گرده‌اش را به فرزند دیگرش داده است میگوید اگر طالبان قرارشون را بازنگری نکنند نمیداند با پسرش چه میشود. بسیار مسلمان ها به این مریضی به این مشکلات برخوردارن بسیار. اگر میتوی شدی که آزاد شدی که مسلمان ها پیوند شدی تمام جوان ها از این مریضی نجات میافت. انا مقدر است که یاد که من کردم نمیشه، نمیتونم مریضا خیلی به عذاب و بدبخت و بیچاره هم چیزی هم نیه که دیالیز کنم. روزی این مریض دیالیز خوبه، اگر نشه او میتونه به عذاب نفس تنگ. انا بچه خود میشه تا آب صبح خود خودی شیشته میشه تا آب صبح به عذاب نفس تنگ. فروش اعضای بدن به خصوص گرده در هرات سال هاست که رایج است. رنگین یکی از آنها است که 4 سال پیش یکی از گرده هایش را فروخت تا قرض را برگرداند که پدرش گرفته بود. پیارم خیلی غذا بود، مریضم بود، خدا بیامرزه فوت کرد. بیامد غذاش پلوی من تنگ کرد که قرضای پیارت بتن. تقریبا 2.5 لک قرض بود. 2.5 لک قرض بود. من رفتم گرده خرج کردم 2 لک. دیگه راه من نمانده بود. همین دین ادا کردم، گفتم دین دیگر گردن ما میمونه. مانند رنگین صدها افغان دیگر از قشاقی و ناچاری گرده های خود را فروختند. در افغانستان همسایه با تاجیکستان بیش از نصف مردمش کم بیزات هستند و به گفته سازمان ملل غذای کافی برای خوردن ندارند. پیوند گرده در بسیاری از کشورهای اسلامی و دیگر نقاط جهان یک روش درمانی پذیرفته شده است. سازمان بین المللی تندرستی میگوید پیوند عضوی بدن یا اهدای آن گاهی یگانه راه نجات بیمار است. سروزیران تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان نهایی کردن مسئله مرز، حمل و نقل و همکاری ها را بررسی کردند. ملاقات قاهر رسولزاده، عادلبک قاسمعلیف و عبدالله عاریپوف روز 8 ینور در نقطه پیوند مرزهای دولتی 3 کشور صورت گرفت، جایی که سوغد تاجیکستان، بادکند قرقیزستان و فرغانه ازبکستان را با هم می‌پیوندد. قرقیزستان سالها باز با تاجیکستان و ازبکستان در رابطه با تعیین و نشانه‌گذاری سرحد بحث دارد. بیشکک و تاشکند تاکنون روند تعیین مرز مشترک را انجام دادند. هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان روز 4 دکبر سال 2024 مرزنگاری یا کشیدن خط سرحد را به پایان رساندند. قمچیبک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان گفت حجت‌های مربوط به مرزنگاری ماه ینور به پارلمان وارد و آنگاه جزئیات سازشنامه معلوم خواهد شد. سروزیران تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان ملاقات روز چهارشنبه را تقدیر منطقه برای 10 ساله‌های آینده خواندند. و سپاس که ما را همراهی نمودید. بیشتر خبرهای ما را در سامانه رادیو آزادی با نام آزادی ارگ و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام و تیک تاک و ایکس یا توییتر سابق پیگیری کنید. اگر شما هم خبری دارید لطفاً با ما بنویسید. اگر درست بود نشر میکنیم. با ما تماس بگیرید. خدا نگهداری یک و یک شما.